این معلومه که یه گروه کوچک نمیتونه یه جریان راهپیمایی رو، تظاهرات خیابانی رو اداره بکنه. تظاهرات خیابانی در شرایط هیجان انگیز و حضور دشمن بسیار خطرناک، چون تو خیابون که دروازه نداره، در نداره، هر کسی وارد میشه، هر کی میخواد شعار میده، هر کی میخواد سنگ میزنه، هر کی میخواد یه حرکت میکنه. در یک گپ مگر اینکه یک انضباط آهنین باشه، یه مدیریت آهنین باشه، یه رهبریت با نفوذ باشه، یه فرمان همه رو سر جای خودشون میخکوب بکنه. این چیزایی که نیست. چطور میتونه یه گروه مردم رو دعوت کنه بگه به ما بپیوندید تو خیابون ها بیایید؟ کی میاد؟ این الواتی که آمدند به این همه خسارت وارد کردن، خب تو خیابون که دروازه نداره. ریشه اینها رو ما اگر بخوایم پیدا کنیم در نفوس خودمون، میبینیم مسئله اصلی خودخواهیه، باند پرستیه، جناح پرستیه. ما اگر خدا رو، انقلاب رو، کشور رو، جامعه رو اصل قرار بدیم، به منافع باند خودمون و گروه خودمون و افراد خودمون رو در درجه بعد قرار بدیم، این اتفاقات نمیفته. یعنی هر انسان منصف و فهمیده ای اگر حساب بکنه بگه این حرکتش به ضرر نظامه، به اقتصاد کشور، به امنیت کشور، به آبروی کشور، به استحکامات کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد میکنه، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشه خب نمیکنه. اشکال کار الان خیلی ها اینه که برای خودشون یه دکونی در مقابل دکون اسلام باز کردن.